بارسلونا دوباره تو بحرانه، اما این دفعه داستان چیه؟ فقط یه دوره بدشانسیه یا یه مشکل خیلی عمیق‌تر و سیستمی پشت این قضیه است؟ امروز میخوام دقیقاً همینو بررسی کنیم. خب اکتبر 2025 هست و اوضاع اصلاً خوب نیست. تیم توی یه سراشیبی وحشتناک افتاده. نتایج ضعیف، اعتماد به نفس پایین، خلاصه کل باشگاه تکون خورده. اولش که نگاه میکنی حس میکنی این یه دژاووه، نه؟ خیلی شبیه به همون بحرانیه که فصل پیشم داشتن. اما همونطور که جلوتر میبینیم قضیه به این سادگیام نیست و ظاهر ماجرا میتونه خیلی گول زننده باشه. خب پس بیایید اول از همه شواهد رو بررسی کنیم. این بحران جدید توی فصل 26-25 دقیقاً چه شکلیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ اینجا نتایج ماه اکتبر و نوامبر رو میبینید. باخت پشت باخت، از پاریس سن ژرمن گرفته تا سویا و رئال مادرید. حتی تو لیگ قهرمانان هم مقابل کلوب بروژ مساوی کردن. یعنی یه دوره کاملاً فاجعه بار که کلی سال جدی رو به وجود آورده. برای اینکه این معما رو حل کنیم، باید یه مفهوم کلیدی رو بفهمیم. تفاوت بین نتیجه و عملکرد. میدونید همه بحران‌ها شبیه هم ساخته نشدن. و این دقیقاً اصل ماجراست. ببینید، بحران فصل پیش یه بحران نتیجه گیری بود. یعنی تیم خوب بازی می‌کرد ولی خب بدشانس بود. اما امسال چی؟ امسال با یه بحران عملکرد طرفیم. یعنی تیم واقعاً بد بازی می‌کنه و حقشه که نتایج بدی بگیره. این دوتا زمین تا آسمون با هم فرق دارن. اگه یادتون باشه فصل پیش تیم واقعا خوب بازی میکرد. موقعیت میساخت، مالکیت توپ داشت، ولی توپاشون نمیرفت تو گل. کار به جایی رسید که توی مقطع از 24 امتیاز ممکن فقط 5 تاشو گرفتن. ولی عملکردشون خیلی بهتر از نتایجشون بود. و اگه یه نشونه واضح برای این بدشانسی بخوایم، همین عدده 14. این تعداد دفعاتیه که بارسا تو اون دوره بحرانی توپ رو به تیرک دروازه زد. 4 برابر بیشتر از هر تیم دیگه‌ای تو لیگ‌های معتبر اروپا. واقعا باور نکردنیه. خب اینو همه حرفه. چطوری میتونیم این تفاوت بین بحران پارسال و امسال رو به صورت علمی ثابت کنیم؟ اینجا به یه ابزار دقیق نیاز داریم که شواهد رو برامون کالبد شکافی کنه. و اون ابزار چیزی نیست جز گل‌های مورد انتظار یا همون XG. اگه باهاش آشنا نیستید خیلی ساده است. XG کیفیت موقعیت‌های گلزنی رو اندازه میگیره. به ما میگه با توجه به موقعیت‌هایی که یه تیم ساخته باید چند تا گل میزد. در واقع شانس رو از معادله حذف میکنه و عملکرد واقعی رو نشون میده. و حالا به این نمودار نگاه کنید. این مدرک قطعی ماست. ستون سمت چپ یه بازی از بحران پارساله. میبینید که تفاضل XG بارسا مثبت 1.82 بوده. یعنی خیلی بهتر از حریف بازی کردن و فقط بد شانس بودن که باختن. حالا ستون سمت راست رو ببینید. بازی با رئال مادرید امسال. تفاضل XG منفی 2.5، یعنی از نظر تاکتیکی کاملا نابود شدن. این نمودار کل داستان رو تعریف میکنه. اینجا هم اگه به آمار چند تا از بازی‌های اخیر این فصل نگاه کنیم، همون الگو رو می‌بینیم. جلوی پاریس سن ژرمن، سویا، رئال مادرید. توی همه این بازی‌ها XG یا همون گل‌های مورد انتظار حریف از بارسا بیشتر بوده. این یعنی تیم به طور مداوم داره موقعیت‌های خطرناک به حریفاش میده و نتایج بعدش اصلاً اتفاقی نیست. کاملاً حقشونه. خب تا اینجا فهمیدیم که این دوتا بحران با هم فرق دارن. حالا سوال اینه، پارسال چطوری از اون وضعیت خلاص شدن و آیا اون نقشه راه امسال هم جواب میده؟ جالبه بدونید که راه حل فصل پیش اصلاً یه تغییر تاکتیکی پیچیده نبود. خیلی ساده بود. مشکل اصلی مصدومیت بهترین گلزناشون بود. پس نقشه راهشون این بود. اول، این موج مصدومیت‌ها رو یه جوری تحمل کنیم. دوم، صبر کنیم تا ستاره هامون برگردن. و سوم، وقتی برگشتن بذاریم استعداد خالصشون کار خودش رو بکنه و حریفا رو شکست بده. یه راه حل خیلی سر راست و متکی به نیروی انسانی. و اما نکته واقعا عجیب و جالب ماجرا اینجاست. به لیست مصدوم‌های 2 فصل نگاه کنید. گاوی، پدری، تراشتگن، رافینیا. لیست تقریباً یکیه.
این یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیشه همه چیز رو گردن مصدومیت انداخت. اگه پارسال مصدومیت دلیل اصلی بود، امسال باید یه مشکل دیگه‌ای هم وجود داشته باشه. چون با وجود همین مصدوم‌ها، پارسال عملکرد خوب بود و امسال بده. و این ما رو به حکم نهایی میرسونه. اگه مشکل فقط مصدومیت نیست، پس اون نقص جدید و خطرناکتر چیه که امسال گریبانگیر تیم شده؟ مشکل تاکتیکیه. به طور مشخص خط دفاعی خیلی بالای تیم که بهش میگن دفاع انتحاری. این سیستم که زمانی نقطه قوتشون بود، حالا توسط حریفا کاملاً رمزگشایی شده. تیم‌ها فهمیدن که فقط کافیه با بازیکنای سرعتی به فضای پشت دفاع حمله کنن و کار تمومه. و با وجود همه این شواهد، سرمربی هانسی فلیک چی میگه؟ میگه من به خط دفاعی بالا پایبندم، این توی دی ماست. این یعنی یه جورایی لجبازی و عدم تمایل به تغییر حتی وقتی سیستم داره شکست میخوره. اما خب آیا همه چیز تموم شده؟ نه لزوماً. دلایلی برای امیدواری هم وجود داره. اولاً، ستاره‌هایی مثل لواندوفسکی، رافینیا و پدری دارن از مصدومیت برمیگردن. دوماً، تیم بالاخره داره به ورزشگاه بازسازی شده کمپ نو برمیگرده که یه شوک روانی فوق‌العاده مثبته. و سوماً، هیئت مدیره هم حمایتش رو از فلیک اعلام کرده که حداقل ثبات رو به تیم میاره. با توجه به بازگشت این همه ستاره، احتمال اینکه نتیجه بهتر بشه خیلی زیاده. میشه گفت 9 از 10. بالاخره استعداد فردی کار خودش رو میکنه. اما آیا میتونن سلطه فصل پیش رو تکرار کنن؟ اینجا احتمالش خیلی کمتره. شاید 4 از 10. چرا؟ چون بهبودی پارسال فقط به صبر احتیاج داشت. اما بهبودی امسال به انطباق و تغییر تاکتیکی نیاز داره و این کار سخت‌تریه. و این ما رو به سوال نهایی میرسونه. برای یه باشگاه بزرگ مثل بارسلونا کدوم مهمتره؟ یه مربی که خودش رو با شرایط تطبیق میده تا برنده بشه، یا یه مربی که به یه فلسفه معروف وفاداره حتی اگه اون فلسفه دیگه جواب نده؟ نکته کلیدی اینه که این بار استعداد به تنهایی شاید نتونه یه سیستم معیوب که حاضر به تغییر نیست رو نجات بده.